بینندگان گرامی، صحبت ما با سفیر میسیای ناظران انتخاباتی دفتر اوید به انستیتوت‌های حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا خانم پرسکیوا بادسکو میباشد. خانم بادسکو، خوب شما جریان انتخاباتی را در تاجیکستان که در آن 6 نامزد شرکت میکنند چگونه ارزیابی میکنید؟ طوری ما در حسابات میانه دوریمان قید نموده مرکه پیش از انتخاباتی تقریبا آرام گذشت و نامزدها به طور چشمرس مرکه خود را تشکیل کردن نتوانستند با استثنای پرزیدنت فعلی کشور. البته کمیسیون انتخاباتی رایپرسی تاجیکستان برای همه نامزدها شرایط برابر را تشکیل کرده است و این باعث تحسین است، ولی هنوز هم باعث های حقیقی میان نامزدها کم به نظر می رسد. خب شما در حسابات میانه دوری خود گفته بودید که انتخابات یعنی که میانه دوری تاجیکستان دلگیر کننده است. آیا واقعا هم چنین است؟ دلگیر کننده نه برای ما بلکه برای شما رای دهندگان و کارمندان وسایط اخباری عامه می باشد. بنابراین فکر می کنم که این سوال را باید به خود انتخاب کننده داد. مطابق آیین‌نامه میسیای ناظران انتخاباتی سازمان امنیت همکاری اروپا دفتر اوید به انستیتوی دموکراسی و حقوق بشر طرز اداره و تشکیل انتخابات، مرکه های پیش از انتخاباتی نامزدها، وضع اجرای قانون انتخاباتی، انعکاس جریان انتخابات در وسایط اخباری عامه تاجیکستان، شرکت اقلیت‌های ملی در انتخابات و طرز بررسی و حل ارزش شکایت‌ها دایر به انتخابات را نظارت می‌کند. خانم بادسکو، شما ایرادهای خود را به معرکه پیش از انتخاباتی تاجیکستان پیشنهاد کرده بودید؟ طوری در بالا ذکر کردیم حسابات میانه دوری میسیای ناظران انتخاباتی سازمان امنیت همکاری اروپا دفتر اوید به انستیتوت‌های دموکراسی و حقوق بشر اوید به انتخابات پرزیدنتی این موضوع را در بر میگیرد. احتمال شما با نامزدها یعنی که به مقام پرزیدنتی واخورده بودید و آیا یگان نفر آنها در مورد وجود داشتن فشار و یعنی که تنگ کردن موقع آنها با شما شکایت کرده بودن یا نه؟ Yes, we had meeting with all registered candidates or ما به همه نامزدها و شخصان با اعتماد آنها واخوری ها گذراندیم. در مورد به فشار دچار شدن آنها یگان شکایت به ما نرسیده است، با استثنای یک نامزد که در مورد جمع‌آوری امضا شکایت کرده بود. عین حال ناظران میسیای ما اوید به جریان جمع‌آوری امضاها در سراسر کشور اطلاع جمع آورده ایستادند تا جریان را بهاگذاری نمایند. اطلاعات برای آماده نمودن حسابات علایده وابسته به جمع آوردن امضاها استفاده خواهد شد. طوری هم نباشد ما مشاهده نمودیم که روز 25 سپتامبر سال 2013 کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان به موضوع موجود بودن مانع‌ها توجه کرد. به رئیسان شهر و نویه‌ها مکتوب رسمی کرده خواهش نمود تا به جریان جمع‌آوری امضاها مساعدت نمایند. خانم سفیر، شما سفرهای رحمانوف را به ناحیه‌ها چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این سفرهای پیش از انتخاباتی است یا معمولی؟ President Rahmon is also one of the candidates. پرزیدنت رحمان که یکی از نامزدها به مقام پرزیدنتی می باشد به سراسر کشور سفر کرده با نمایندگان محلی واخوری ها میگذراند. در چاره‌بینی های گوناگون شرکت میکند، ابجکت‌های دارای خصوصیت اقتصادی و اجتماعی داشته را افتتاح میکند. این عمل در مقابل نامزدهای دیگر است که خصوصیت فرمالی دارند. تشکر زیاد. همصحبت ما خانم بادسکو بودند، سفیر میسیای ناظران انتخاباتی دفتر اوید به انستیتوت‌های دموکراسی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا.